سلام و احترامات دوستای عزیز. با امید صحتمندی شما، امید است که خوب و صحتمند و جور و سر حال باشین. یعقوب داوری هستم در خدمت شما با آموزش زبان آلمانی. آلمانی با دری یا آلمانی در دری. درس اول ما شماست، الفبای زبان آلمانی که با آلمانی برش میگن داس الفابت. البته در الفبای زبان آلمانی مثل الفبای زبان انگلیسی دارای 26 حرف می باشه. اصلنش بخش باشه صرفا 3 حرفی که در آلمانی است در انگلیسی نیست. البته با گذاشتن نقطه روی هر حروف ا او او 3 حرف جدید تشکیل می شود و یا 2 تا اس با هم یک جا شده و یک حرف جدید تشکیل می شود. این حروف است که در زبان انگلیسی نیست اما در زبان آلمانی است. دیگه متبقی حروف زبان آلمانی 26 حرف انگلیسی است، فقط نامهایشان فرق میکنه، تلفظشان فرق میکنه، نظر به انگلیسی متفاوت تر است که او را ما و شما امروز میخوانیم. حرف اول است آ. در انگلیسی ما برش میگیم ای، ولی در آلمانی آ. الف مد آ، ب، س، د، ای. ای در انگلیسی ای خوانده میشه اما در آلمانی ای خوانده میشه. اف، گ، ه، ای. آی انگلیسی در آلمانی یا در دویچ یا در جرمنی ای خوانده می شود. یوت، یوت، جی در انگلیسی جی، یوت. کا، ال، ام، ان، او، پی، کو. یا صدایش مثل انگلیسی، مثلا صدایش در حروف و در لغت و در جمله تقریبا عین صدا است، ولی تلفظش در اینجا در الفبا یا در الفابت تغییر داره. مثل در انگلیسی کیو خوانده میشه ولی در آلمانی کو. اغ، اغ. ای در بعضی مناطق آلمان ار تلفظ میکنن ایره و در بعضی مناطق آلمان اغ تلفظ میکنن. خلاصه اردویش یاد داشته باشین بهتر است. اس، تی، او. ای یوست در انگلیسی ولی در آلمانی او. فاو، فاو. و، و. اکس، اکس. اپسیلون، وای انگلیسی اپسیلون. و زت، زت. ای در فارسی دیگه اقسم نوشته نمیشه، مجبور یا در دری براتون بگوین مجبور ت سین یا ت نوشته کنید ست، ولی اصلا ست نیست. اصلا مثل زبان پشتو وری ست تلفظ میشه. خب مجبور ام قسم نوشته کنیم ست، و یا اگر نوشته کنیم ست، ست نوشته کنیم به این قسم. 3 حرف دیگه که یا 4 حرف دیگه که در زبان آلمانی است او عبارت از حروف ا، او و او. همچنین 2 تا اس با هم یک جا شده و به این شکل یک حرف جدید را می سازه. یعنی ما از نوشته کردن 2 تا اس در یک جمله جلوگیری می کنیم، به این قسم نوشته نمی کنیم. به جای از او اتو یک چیز را نوشته می کنیم.
آ که دو تا نقطه بالایش یک جایش بالایش مانده شود، این دو تا نقطه به نام دی اوملاوت نامیده می شود. دی اوملاوت نامیده می شود که با گذاشتن دو نقطه بالای حروف آ، او و او صدایان تغییر می کند، مثل که با گذاشتن از روی حرف آ صدایش تغییر میکنه، مثل او میشه یا او میشه او هم میشه او، یعنی خیلی عجیب رقم تلفظ میشه. خلاصه ای را باید یاد بگیریم و همچنان ای اصل نامش das Z این رقم است که دو تا اس مساوی میشه به این چیز، یعنی از نوشته کردن دو تا اس جلوگیری میکنیم، این چیز نوشته میکنیم. این بود درس اول ما و شما. با امید کامیابی تک تکتان. خدا نگهدار و مددکارتان. البته دوستای عزیز ناگفته نمانم نظریاتتان با ما شریک سازید، چون نظریات شماست که باعث تشویق ما می شود تا ما در آینده به کوشش های خود ادامه بدیم و چیزی که از وسع توان ماست با شما شریک سازیم. پس نظریات شما برای ما مهم است.